عمر را دید ماندن در شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت از ترس. گفت در باطن خدایا از تو داد. خدایا من چی گفتم؟ تو چی کار کردی؟ من به تو گفتم که ما گیریم، بعد تو یه گیر بزرگتر اینجا بر ما آوردی. محتسب بر پیرک چنگی فتاد. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. میریم سراغ بحر شماره 56. جلسه گذشته بحر 55 بیت خیلی معروف مولانا داشت که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. او به ما گفت که کسانی که بدون ادراک حقیقی پا در راه اندیشه بذارن، این احتمال اصابت تیر اندیشهشون رو بسیار کاهش میده و این نوع نگاه خطای بسیاری رو در خودش داره. و اینجا حالا داریم میریم سراغ یه داستان خیلی کوتاهی که در مورد همین موضوع، که کسی که غرض داشته باشه و کسی که نگاهش نگاه مادی باشه، که مولوی اینا رو معمولا فلسفی میدونه، کسانی که فکر میکنن که با عصای کورانه استدلال همه جا میشه راه پیدا کرد. بعد میگه که بیت 2160 میگه فلسفی را زهره نه تا دم زند، دم زند دین حقش بر هم زند. دست و پای او جماد و جان او، هر چه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. بعد اینجا میره سراغ یه داستانی خیلی کوتاه که 6 بیت 7 بیت این داستان اظهار معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم به سخن آمدن سنگریزه در دست ابوجهل علیه اللعنه و گواهی دادن سنگریزه بر حقیت محمد صلی الله علیه و سلم به رسالت او. سنگ ها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست؟ زود سریع اگر راست میگی بگو تو دست من چیه؟ گر رسولی چیست در مشتم نهان؟ گفت چون خواهی بگویم آنچه هاست، یا بگوین آن که ما حقیم و راست. من بگم یا اونا بگن؟ یعنی اون سنگایی که نمیدونه سنگه. البته داستانو خود مولانا اسپویل کرده اولش. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. این خیلی خوبه، اونا بگن سختره. گفت آری حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پاقه سنگ، در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. لا اله گفت و الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، خب چه اتفاقی افتاد؟ ابوجهل اومد، سنگ تو دستش بود، گفت تو ادعا میکنی که کواکب و افلاک و راز هستی رو میدونی، با خدا ارتباط داری. آقا اینا رو نخواستیم، تو دست من چیه؟ گفت من بگم یا اینا بگن؟ گو اینا بگن، این سخت تره. خب بعد میگه این سنگ ها شروع کردن به سخن اومدن، گواهی دادن بر صدق و راستی و رسالت حضرت محمد. نتیجه طبیعی چیه؟ قاعدتا اگر کسی صادق باشه، اگر کسی مخلص باشه، همونجا سرش بندازه پایین، در برابر این آدم تعظیم بکنه و به رسالتش ایمان بیاره و بگه که آقا من دیگه از این به بعد دیگه عناد و لجاجتی در کار شما ندارم و تسلیم حق. ولی اتفاقی که افتاد چی شد؟ ببینیم چی شد. چون شنید از سنگ ها بوجهل این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. سنگ ها رو محکم کوبید به زمین و رفت. بعد میره سراغ داستان پیر چنگی بودیم دیگه. یعنی این داستان ها، داستان استون حنانه و داستان سنگ ها در کف بوجهل در ادامه داستان پیر چنگی. بقیه قصه مطرب و پیام رسانیدن امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه به او آنچه هاتف آواز داد. بازگرد و حال مطرب گوش دار،
آن که عاجز گشت مطرب ز انتظار. میگه بابا چقدر طولش میدی، مطربو داشتی میگفتی، الان مطربه میگه داستان ما رو چرا نمیگی. بانگ آمد مر عمر را که عمر، بنده ما را ز حاجت باز خر. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. به عمر گفت بلند شو راه بیفت برو، و ما یه بنده خاص و محترمی داریم. و عمر حتما تو ذهنش اینه که یکی از مثلا از این به قول خودمون آیت الله هایی که از این آدم هایی که دارای جایگاه علمی بینه، حالا اون موقع که آیت الله نبوده ولی جایگاه علمی بین مثلا مردم هستن، اینا که احادیث رو روایت کردن، اینا که رتبه ای دارن بالاخره از عرف دینی، یه همچین کسیه. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کفن تمام. پیش او بر کی تو ما را اختیار، یعنی که ما تو رو اختیار کردیم، تو رو پسندیدیم. اینقدر بستان کنون معذور دار، فعلا بگیرین و معذور دار. اینقدر از بحر ابریشم بها. یادتونه که این شخص رفت توی گورستان و اونجا گفت آقا ما دیگه دست خالی هستیم، هیچ کسی به ما توجه نمیکنه، هیچ کسی از صدای ساز من خوشش نمیاد. اون کسایی که می اومدن برای این بلیطای جلوی کنسرت ما سر و دست میشکوندن، الان دیگه معلوم نیست کجا پیداشون شده. اینا همه به خاطر چی بود که می اومدن؟ چرا الان نیست؟ الان دیگه من هیچ رو ندارم، فقط تو رو دارم، امروز میخوام برای تو ساز بزنم. ابریشم بها یعنی مزد ساز زدنی که هست. میگه 700 تا دینار رسید بهش، اینقدر از بحر ابریشم بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. پس عمر زان هیبت آواز جست، تا میان را بهر این خدمت ببست. این اصلا نتونست مقاومت کنه، نتونست شکی بکنه. حتی سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیرو ندید آنجا کسی. شک کرد، این که یه آدم به قول معروف درب داغونیه، این که یه آدم فاسقیه، فاسدیه، شاید از نگاه اون موقع یک کسی که در دین یه منصبی داره. غیر آن پیرو ندید آنجا کسی. گفت این نبود، نه این که نیست. دگر باره دوید مانده گشت و غیر آن پیرو ندید. گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است. پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان حبذا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچو آن شیر شکاری گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسی است. آمد او با 100 ادب آنجا نشست، چنان هیبت این کلام خداوند رو گرفته بود که در حضور این پیری که به چشمش نمیاد با ادب نشسته بود. اون کسی که بزرگ دین بود با ادب اینجا نشسته بود. بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. حالا از این طرف قضیه مر عمر را دید ماندن در شگفت. همون جوری که عمر شگفت زده است، یهو وقتی که عمر عطسه کرد و این پیر چنگی از جا بلند شد، دید او خلیفه مسلمین بالا سر منی که به قول معروف از نظر دینی یه آدم یه محل ساز و آواز و اینا. مر عمر را دید ماندن در شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت از ترس. گفت در باطن خدایا از تو داد. خدایا من چی گفتم؟ تو چی کار کردی؟ من به تو گفتم که ما گیریم، بعد تو یه گیر بزرگتر اینجا بر ما آوردی. محتسب بر پیرک چنگی فتاد، چون نظر اندر رخ آن پیر کرد. دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس از من مرم، که بشارت ها ز حق آورده ام.
چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمان بی حدت. نک قراضه چند ابریشم بها، قراضه یعنی طلای خورد، تیکه های طلا. نک قراضه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر لرزان گشت چون این را شنید، دست می خایید و بر خود می تپید. بانگ می زد کی خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خورد کرد. گفت ای بوده حجابم از اله، اون موقعی که من توانایی داشتم، اون موقعی که من با تو سحرانگیزی میکردم، همون موقعی که من فکر میکردم که من کسی هستم، فکر میکردم که اینا دور من جمع شدن، همین حجاب من از تو شد. همین باعث شد که من فکر کنم که خبریه. چنگ رو کوبید بر زمین. گفت ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راهزن از شاه راه. ای بخورد خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیش کمال. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته بر جفا. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. داد حق عمری که هر روزی از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدن جمله را در زیر و بم. آه که از یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق. وای که از تری زیرافکند خرد، خشک شد کشت دل من دل بمرد. اینجا یه سری اصطلاحات موسیقیایی رو مولانا داره به کار میبره که میگه من گیر اینا افتاده بودم و با خوب اجرا کردن اینا دیگه خلاصه مثل یه قاری قرآنی که قرآن رو میخونه ولی اسیر و درگیر اون لحن خودشه در قرآن، نه بخواد از درون این آیات بخواد معنایی رو دریافت بکنه. دیگه منم اینا همه راهزن من بودم. وای که از آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، دادخواهم نه از کس زین دادخواه. من از دست خودم دارم به تو شکایت میکنم، تو که همه چیز رو در اختیار من قرار دادی. این من بودم که همه چیز رو از دست دادم و دادخواه از کس نیابم جز مگر، زان که او از من به من نزدیک تر. کین منی از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. همچو آن کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. یه چند بیتی از اون مقداری که قرار بود که با هم بخونیم، یعنی 30 بیت بیشتر شد، به جهت اینکه به جایی رسیدیم که من دلم نیامد متوقف کنم تا بیت 2207 خوندیم، یعنی تا اونجا که میگه گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر را از مقام گریه که هستیست به مقام استقراق. یعنی اونجا به عنوان یک مرشد، به عنوان یک پیر، از این حالی که
این پیر چنگی بود کمکش کرد که خارج بشه و مرحله بالاتری رو بتونه تجربه کنه. خیلی ممنونم از شما که همراه